الرحمن الرحیم. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم و آل اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های درس برنامه مسلمانزان در رمضان امروز 11مین سلسله را میگیریم. در جای نماز خود تا برآمدن آفتاب ذکر و دعا و قرائت قرآن نموده بشین. خواهر عزیز، هنگامی که آفتاب برآید 2 رکعت نماز میخوانید. این عمل اجر و ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این عمل را انجام میدادند. از جابر بن سمره رضی الله عنه روایت است که فرمود: كان اذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که نماز بامداد را میگذاشتند تا خوب بلند شدن آفتاب در جای نماز خود می نشستند. با روایت مسلم. و اینچنین از انس روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. یعنی پیامبر خبر داده میگویند کسی که بامداد را با جماعت گذارد، بعد از آن نشسته تا فرامدن آفتاب الله را ذکر کند، سپس 2 رکعت نماز گذارد، برای او مثل اجر پاداش یک حج و عمره کامل داده می شود. با روایت ترمذی. خواهران عزیز، برای به دست آوردن این ثواب بزرگ به ادای این نماز کوشش نما و در رسیدن با قصر و منازل بهشت همت بلند باش. 12مین برنامه این است که نماز ضحی بخوان. نماز یعنی چاش. نماز ضحی ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر انسان هنگامی که صبح یعنی نماز شب از خواب بیدار می شود، به هر پیوند جسم او صدقه لازم است و هر سبحان الله صدقه است. الحمدلله، لا حول ولا قوة الا بالله، الله اکبر صدقه است. و امر معروف و نهی از منکر کردن صدقه است. و خواندن 2 رکعت نماز ضحی از همه اینها کفایت میکند. با روایت مسلم. خواهران عزیز، در جسم هر یک انسان 360 پیوند وجود دارد. باید انسان برای شکر آن پیوندها بر عوض هر یک آن پیوندهای صدقه دهد. یعنی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر گفته صدقه بدهد. بله، بهترین عملی که به آن شکر این پیوندها ادا کرده می شود این نماز ضحی می باشد. زیرا ابو هریره رضی الله عنه می گوید: اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوهن حتى اموت، صومی 3 ایام من كل شهر و صلاة الضحى و نوم على وتر. ابو هریره میگویند دوستم یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا به 3 چیز وصیت نمودند که تا هنگام مرگ آن را ترک نخواهم کرد: روزه داشتن 3 روز از هر ماه و نماز ضحی خواندن و نماز وتر را پیش از خواب کردن. با روایت بخاری و مسلم. وقتی نماز ضحی پس از بلند شدن آفتاب تا قیام تقریبا 15 دقیقه پس از برآمدن آفتاب وقتی آن آغاز می شود تا وقتی قیام راست شدن یعنی آفتاب ممکن است. بهترین وقت ادای آن هنگام شدت گرمی می باشد. اما عدد رکعت نماز ضحی باشد کمترین آن 2 رکعت و بسیارترین آن 8 رکعت است. خواهر عزیز،
اگر وقت وسیع داشته باشی 2 رکعت 4 رکعت یعنی تو 8 رکعت بخوان. اگر وقت تنگ داشته باشی به 2 رکعت کفایه بکن. و باید در این ماه مبارک به این عملها باید کوشش نماییم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.